سلام بیننده ارجمند، برنامه اخبار آزادی با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. سلام. در برنامه امروز جمعه 12 مارس این موضوع ها را داریم. امام خطیب یکی از مسجدهای جامع شهر کولاب به گمان همکاری با حزب ممنوع نهضت اسلامی بازداشت شد. هم کمچین شد و هم نرخش بالا رفت. نگرانی رانندگان از به شدت گران شدن نرخ مواد سوخت. боло рафтанда тез мер бурояпам хамиданда 10-20 дирам мехамам. دادگاه در دوشنبه مرد تاجیک را در خانه زوجه سابقش که امیر دبی خیر کرده است مسکون کرد. بیا اپراسا میکنیم، گفتن امی استقلال ده $10,000. پدرش گفت $10,000 ده من 10,000 میگیرم، در کار نیست. مقامات انتظامی در کولاب 4 نفر از جمله امام خطیب یکی از مسجدهای جامع این شهر را بازداشت کردند. محمد صادق سیدوف امام خطیب 28 ساله مسجد محله نانوای پایان به گمان همکاری با حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی بازداشت شده است. نظر امام خطیب بازداشت شده و نزدیکانش هنوز معلوم نیست و دقیق هم نیست که تا کجا روحانی اتهام اعلان شده در نسبت خود را قبول کرده است. گزارش همکارانمان را در این رابطه میرزانبی خالقزاد تقدیم می‌کند. محمد صادق سیدوف امام خطیب 28 ساله مسجد محله نانوای پایان به همکاری با حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی متهم می شود. نظر امام خطیب بازداشت شده و نزدیکانش هنوز معلوم نیست و دقیق نشده است که روحانی تا کجا اتهام اعلان شده نسبت خود را قبول کرده است. رهبریت حزب ممنوع در تاجیکستان نیز تا حال در رابطه به این قضیه اظهار نظر نکردند. دفتر مطبوعات کمیته دین روز 12 مارس در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد که محمد صادق سیدوف امام خطیب 28 ساله مسجد محله نانوای پایان شهر کولاب بازداشت شده است. مسئولین کمیته گفتند که یکی از مسجدهای کلان شهر کولاب است و محمد صادق سیدوف از سال 2016 به این طرف امام خطیب آن بود. طبق اطلاع دریافتی، محمد صادق سیدوف هفته گذشته از سوی مقامات امنیتی شهر کولاب بازداشت شده است. یک مقام آگاه از قضیه با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت امام خطیب به همکاری با حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی متهم می شود. از جمله در تلفنش مکاتبه با سامانه اصلاح و مدیر آن محمد اقبال صدرالدین آشکار شد چند نسخه موعظه نماز جمعه را که کمیته دین تهیه کرده است به سامانه اصلاح داده است. حتی آن را از تلفنش تازه نکرده است. بغیر از موعظه درباره چند موضوع دیگر معلومات داده است. گفت این مسئولی که از تفتیش قضیه امام خطیب آگاه است. تصدیق درست این اطلاع از طریق منابع دیگر فعلا غیر ممکن است. محمد اقبال صدرالدین یک فعال مخالفین که درباره منصبداران مطلب‌های تند نشر می‌کند چند هفته اخیر موعظه و خطبه نماز جمعه را پیش از قرائت آن در مساجد تاجیکستان نشر می‌کرد. او این موضوع را هنوز شرح نداده است. یک نمازگزار مسجد محله نانوای پایان به رادیو آزادی گفت در نماز جمعه هفته گذشته محمد صادق سیدوف روز مادران در 8 مارس را تنقید کرده بود و بسیاری‌ها میگویند سبب بازداشتش همین بوده است. طبق اطلاع دریافتی او فرزند دامالله خالمراد یکی از روحانیان شناخته در منطقه کولاب است. دامالله خالمراد پیشتر امام خطیب مسجد محله نانوای پایان بود و بعد از او فرزندش محمد صادق سیدوف مسجد را رهبری میکرد. رادیو آزادی تلاش دارد با نزدیکان روحانی بازداشت شده صحبت کند. در گذشته بازداشت امام خطیبان از سوی مقامات قدرتی با اتهام همکاری با سامانه‌های ممنوع انتقاد زیادی را به میان آورده بود. این سوال هم مطرح شد که وقتی امام خطیبان با موافقه مقامات تعیین می شوند چگونه ممکن است آنها باز با سازمان‌های ممنوع همکاری کنند؟ در برابر امام خطیب مسجد مقامات 3 ساکن دیگری کولاب را هم بازداشت کردند. درباره این 3 نفر هنوز اطلاع دقیق در دست نیست. صبح امروز بسیاری از رانندگان در شهر دوشنبه نتوانستند به قدر کافی بنزین خرند. در اکثر نقطه‌های فروش این نوع سوزشواری تمام شده است و کمچینی آن به نظر می رسد. در نقطه‌های هم که بنزین هست نرخ خیلی گران است. کمچینی و گرانی مواد سوخت در تاجیکستان در حالی است که نرخ یک بشکه نفت در بازار جهانی تا $69 بالا رفت. ادامه موضوع در گزارش همکارم امرالدین علیموف از شهر دوشنبه. یک بار بالا رفتن نرخ بنزین و کمچین شدن آن در نقطه‌های فروش سوزشواری شهر دوشنبه رانندگان را نگران کرده است.
нархи 1 литр бензин ки дар аввали моҳи март 7 сомониву 20 дирам буд, акнун ба 8 сомониву 40 ё 8 сомониву 80 дирам расидааст. боло рафтанда тез мер броя пав ахамиданда 10-20 дирам мехамам. Айхи ранги пешина газ сесим намешава дига. Бензин вообще так боло дай қариб $1 шуда дига. ҳоло дар чанд нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ ҳам навиштаи онро дидан мумкин аст ки бензин нест. ронандаҳо гуфтанд дар бархе аз нуқтаҳои дигар фурӯши бензин маҳдуд шудааст ва ба як ронанда аз 20 литр зиёд бензин намефурӯшанд. масъулони нуқтаи фурӯши сӯзишворие ки айни замон мо дар наздаш қарор дорем мегӯянд 4 рӯз боз бензин намефурӯшанд. далелашро ҳам дар ворид нашудани ин навъи сӯзишворӣ ба кишвар мегӯянд. با آنها گفتند که در کارخانه‌های استحصال نفت در کشور قزاقستان که اساساً مواد سوخت به تاجیکستان از همان کشور وارد می‌شود، کارهای تعمیری رفته ایستاده است و به همین دلیل به تاجیکستان موادهای نفتی از جمله بنزین وارد نشده ایستاده است. خدمات ضد انحصاری تاجیکستان که تنظیم کننده بازار مواد سوخت در کشور است، میگوید در 3 ماه اول سال جاری نرخ بنزین و گاز و سوزشواری دیزلی به طور جدی بالا رفته است. از 1 ینور اگر نرخ 1 لیتر سوزشواری دیزلی و گاز مایع 6 سامانی را تشکیل میکرد، امروز با 7.40 که برابر به 23% بلندشوی نرخ در دو ماه به مشاهده میرسد. سالارکا سوزش بنزین گاز مایع باشد 13% بلندشوی تا 13% است، از یعنی که از 4 به 4.55. با گفته این مسئول خدمات ضد انحصاری سبب افزایش نرخ در واردات محصولات نفتی است که قزاقستان صادرات آن را کم کرده است. طبق آمار رسمی تقریبا 90% مواد سوخت به تاجیکستان از این کشور وارد می شود. مالکان نقطه های فروش سوزشواری می گویند مجبور شدند از روسیه بنزین بیارند که به گفته آنها خرج بیشتر دارد و این به نرخ بنزین به تاثیر نمی ماند. پس از 1 سال بحث و کشمکش ها، دادگاه در دوشنبه یک مرد را در منزل همسر سابقش مسکون کرد. زن از این قرار دادگاه راضی نیست چون زندگی با همسر سابق در یک خانه روزگارش را تیره کرده است. این خانه را به این خانواده 2 سال پیش امیر دبی تحفه کرده بود. خانه از 3 حجره عبارت است و با قرار دادگاه به این مرد در یکی از حجره های آن حق زندگی داده شده است. سرویناز روح‌الله از روزگار این خانواده پس از حکم دادگاه گزارش می‌دهد. سفر محمداللهیف ساکنی 55 ساله ناحیه قبادیان 20 روز باز در یک حجره منزل زندگی دارد که زن سابق و 2 فرزندش در آن به سر میبرند. خانه را به دختر 9 ساله او امیر دبی شیخ محمد بن راشد تحفه کرده بود. خانه 3 حجره دارد و با قرار دادگاه یکی از آنها به این مرد داده شده است. فرشته غنیه که با سفر محمداللهیف 10 سال زیسته از او 2 فرزند دارد میگوید شوهرش در دوره سخت زندگی و بیماری دخترش آنها را ترک کرده و کمکی نمیکرد و حالا با وجود حکم دادگاه حق زندگی در این خانه را ندارد. تو این ولی تولد کرده گفته سرمون دادن. من تلفن کردم پدرش دا گفتم بیا اپراسا میکنه، گفتن همه استقلال ده $1000. پدرش گفت $10,000 ده من 10 تا زن میگیرم در کار نیسته. من میترس که دکتر میبرم شهادت نامه در کار میگه نگیریم شهادت نامه شه. گفت به پدر شهادت نامه گیمه. با ادعای این زن شوهرش در کوچه نمانده است، جای اقامت دارد ولی دادگاه را راضی کرد که در این خانه خیر شده با دخترش زندگی کند. 2 جا خانه و در داره قبادیان ده کوچه کمونیسم ده خانه داره 20 سوتیق زمین 3-4 در خانه و درش هسته. اما شوهر سابق زن این ادعاها را رد می کند و میگوید در روزهای دشوار او در پهلوی همسر و دختری بیمارش بود و تمام کوشش را کرد تا فرزندش جراحی قلب شود. حالا هم به گفته او هدف از مسکون شدنش در این منزل از خود کردن خانه نی، بلکه میخواهد از کودکانش جدا نبوده در تربیه آنها سهم داشته باشد. بعد من گفتم نه، من الیمنت هم میتیم میخورم کودکام، من گفتم قطیم باشم، گفتم من بینم هر روز را من تربیه کنم. بحث این خانواده سری منزل زیست زمانی سر شد که سال 2019 امیر دبی از دلسوزی به دختر بیماری آنها خانه تقدیم کرد و آنها به این منزل کوچیدند. دختر حالا 9 ساله این خانواده با بیماری دل تولد شد. پس از چند سال عذاب‌ها و تلاش‌ها او از جانب پزشکان عرب در بیمارستان استقلال رایگان جراحی شد.
از این جراحی وزنین 8 ساعته و کار پزشکان عرب محمد بن راشد آگاهی یافته اظهار شادمانی کرد و بعداً همچون خیریه دختر را با مادرش به مهمانی خواست و برای او در دوشنبه 2 خانه خرید. یکی برای زیست و یکی هم برای پیشبرد روزگار و ادامه طبابت او. رمضان بود، بعد مهینه هم گریه کرد، گفت که خانه و در نداریم. آچما اینوالید گفته جواب شد ایری ما شده هیکر آچما مادر ما خانه و در نداریم. بعد این اینجا خانه دا پدرکه کردن همین دخترچه ما هم خیری رمضانشونه فطری روزشونه همین دختری مایو بیمانده کرد. دخترچه 9 ساله این خانواده یکی از 70 میلیون نفره بود که در دایره تشبس‌های گلوبالی محمد بن راشد به او کمک رسانیده شد. اما بعد همگی چند ماه زندگی مشترک در این خانه، والدان دخترک از هم جدا شدند و بحث منزل به دادگاه رفت. هرچند زن میگوید تمام این تلاش‌ها را برای معالجه دختر و فراهم کردن شرایط برای او به تنهایی به دوش داشت، در قرار دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه که نسخه آن در دست رادیوی آزادی هم هست گفته شده است وجه نماینده قانونی جوابگر فرشته غنیه و عاید به آن که شوهرش سفر محمداللهیف در منزل بحثی زندگی نکرده است و عموما در طبابت فرزندش اشتراک نداشت تصدیق خود را نیافته است. شوهری همکنون سابق این زن با پیشنهاد عکس‌های زیادی از لحظه‌های گوناگون زندگی با فرزندانش این همه را رد می‌کند و می‌گوید برای انجام جراحی بارها به اداره‌های دخلدار رفته، حتی روزهایی در بیمارستان بودن دخترش کنار آنها بود. من ماشین داشتم، ماشین ده سوار می‌کردم، می‌آوردم، هم دختر رو نشون می‌دادم دختر ما هم خیلی خودتون فکر کنید ایده یگونجا کار کردگی نیست، نه کالخوز، نه رایون، نه یگون اداره یگونجا کار کردگی نیست. چی خیلی پول یافت که 4000 سومون رفت دیلشا سیومکا کردن، چی خیلی 2000 سومون دا رفت رای گرفت، پاسپورت گرفت، چی خیلی رفت کم بیزاعتی طوری که در 2 روز شما فکر کنید 2 روز 3 روز دا من 2 بار 3 بار دوشنبه رفتم اومدم، دکومنتش موندگه، اینش موندگه، وایش موندگه، گفته چی خیلی اینو رو ایگیجو پول یافت. عادتاً در تاجیکستان بخش عمده آنهایی که برای الیمنت و مسکون شدن دعوا کردند زنها هستند، ولی سفر محمداللهیف از کمترین مردان تاجیک است که با قرار دادگاه در منزل همسر سابقش مسکون شده است، چیزی که برای جامعه سنتی تاجیکستان غیر معمولی است. اما بنابر قانون‌های تاجیکستان زن و شوهری که نه کمتر از 6 ماه با هم زندگی مشترک داشتند می توانند به مالکیت عمومی در این دوره جمع کرده اویله حق پیدا کنند. حکومت ناحیه دنغره به یک عائله که اخیراً صاحب سگانی‌ها شده است یک جفت گاو شیرده تحفه کرده است. هفته‌نامه تاجیکستان نوشته است حکومت ناحیه دنغره به زلحیه بوتایوا در روز مادر یک سر گاو و یک گوساله تحفه داد. زلحیه بوتایوا مادر 35 ساله ساکن دهه آستانه جماعت لاله‌زار دنغره 7 دکبر سال 2020 سگانیک به دنیا آورد. سگانیک ها یک پسر و 2 دختر می باشند. والدان این طفلکان وضع سلامتی آنها را خوب ارزیابی می کنند. در گذشته مقامات در تاجیکستان به چندی از خانواده هایی که یک باره 4 طفل به دنیا آورده بودند خانه تحفه کردند و یا وعده ساختمانی خانه را دادند و به حساب میانه امروز ارزش یک سر گاو و گوساله 500-600 دلار آمریکایی در تاجیکستان نرخ دارد. دادگاه شهری بشکک قرقیزستان امروز شکایت وکیل دفاعی پرزیدنت سابق این کشور المازبک اوتانبایف را برای تغییر دادن جای حبس او رد کرد. زمیر ژائاشف وکیل دفاعی اوتانبایف به بخش قرقیزی رادیو آزادی گفت که او از دادگاه درخواست کرده بود زیر حمایش را تحت حبس خانگی قرار بدهد، ولی این درخواست آنها از سوی دادگاه رد کرده شد. این خبر آخری برنامه امروز بود. خبر و گزارش های دیگر در سامانه رادیوی آزادی www.azadi.org گذاشته شدند. گزارش های ویدیویی را در صفحه آزادی ویدیو می توانید تماشا کنید. روزهای استراحت خوبی داشته باشید. تا ملاقات در روزهای بعدی. خدا نگهدارتان. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.